داداشم امروز اومدیم دهن استریمرهای آپارات سرویس کنیم. آقا آپارات چیه؟ برید توییچ حداقل. خب چیکارشون کنی؟ حالا میبینیم. آقا چه کاتگوری دوست داری برم؟ داداش کال اف موبایل رو ول کن. برو کال اف موبایل بخر. بریم کال اف موبایل. برو کال اف موبایل. بریم کال اف موبایل. کال اف موبایل هم گیم میده. این چیه داداشم؟ فقط خودش هستی. مثلا لگی چی نوشته؟ سامین خب کس. آقا بریم رینبو 6 از این بچه قیافه نمیزه. رنگی کمان 6 هدف موس رنگین کمان 6 رینبو 6. آره ببین این قشنگ دایمندم هست. یه کاری بگم بکنیم. تازه شروع کرده 29 دقیقه است. دونیت داره وایس. الان خوبه حالی دایمز این نمیکنه ازت بازیشو پاک. چرا دیگه تکست رپی داری میگی این نمیکنه بازیشو پاک. بذارم درسته. وایس نداره. من میتونم تمادی تو نه آقا به نظر این بازیشو پاک میکنه. این عمرم پاک کنه. نه دنبال شد فالو شد. 4 تا کیل کنی بگیری باید هدفتو پر کن. نه هدفتو پر میکنم. هدفتو پر میکنم. اگه نکنی هدفمو پر کن. اگه نکنی به جاش بازیو پاک کنی بازم هدفتو پر میکنم. صحنه دلنشین پرداخت. لایو بست بابا اولین استریمر. اولین استریمم فقط ما تو لایو بشیم آجی. تو آفلاین چیز کرده. این اومده اینجوری کرده آفلاین یهو بیاد آنلاین بشه. چی یه فالو کنید دیگه ناموسن. این پاک میکنه آجی. رنگش مثل خود طلاییه. چه سروری هستی؟ دوتونه لیل مرسا ستونه ماشینه که از یکی به دوزه بکمش چه سرور نمیدونم. سلام چطوری داداش خوش اومدی. تومانی اینترنشنال کریپتو سی اس داره مثلا که نه بابا سی اس نه زندانه فکر کنم. داداش این ماشین رو چند خریدی؟ ببخشید میتونی قبول نکنی این چالشو. دستت خوبه داداش 3 تا ماشین ولی آخری هم بیا سی دونیت. اگه جی تی ای کامل پاک کنی ازت کامل پاک میکنه. در صورت غیر میتونی قبول نکنی این چالشو. آقا من قبول میکنم این چالشو. من این چالشو قبول میکنم. وایسا وسیله‌مو بدم. دوباره دانلود میکنم. داداش بیا این گانو بگی من باید برم. گانو بگیر من باید برم. من باید برم داش. گاهی نداری؟ باشه داشتم خواب بگیر سینا. نمیخواد اونجا باش. من بازیو پاک میکنم. به تو هیچ رفتی نداره گوسفند. باکی انتیو پاک کرد. بیا داش. بیا داداش. ریموو شد از کامپیوترمو. این چالش پذیرفته شد داداش. هدف 15 تا ویور داره. صدات بستاس همین حسین تا صبح زیرو. یه چیز ریدیم تو ویوره یارو. یه مافیا داری با هم بازی کنیم؟ مافیا داریم بله. حتما میریم با دونیت. آقا ما منتظریم چه؟ همینجوری میزنه؟ مطمئنی؟ فرض کن اسکمت کنه. بچه قیافه بابا دلم داره میسوزه قیافه. چشش 4 تا شد میکنم دونیتش اومد پشماش بریزه وایسا. آجی اسکم هم کرد. 12,000 تومان دونیت کرد. نوشت اسکم مهارک. فردین آزاد 1,200,000 تومان دونیت کرد شما رو ولی داخل توضیحات نوشت. به خدا شایدم مایتاچیه. اول نفری که بیام دونیت کنم توی به خدا. الان داداش 60,000 تومان پول بیشتر از درگیر میشه اینو فکر کن.
این ازت پاک میکنه؟ یه دونه ویو داره 6000 تومن. این چون الان وسوسه ویوه دیگه. بزن دنبالش این انرژی میخواد. دنبالشون. خب انرژی بهش میدیم الان. اگه رین برو وایسا، اگه خرافشو بکنی دفعه بکنی وایسا قبول نکنم. توضیحات رو بدم. اینجاشو نخون تو استریبان یه باری میگه بهت نخورم. نخوریم ویدیو یوتیوب. خب حالا حاجی رفت. علی 50 تومن دونیت کرده، میگه اگه کالوپو پاک کنی هدفت کامل پر میکنم، در این صورت میتونی قبول نکنی. یه حرکتی بزنیم علی. من که میخوام آپدیت کنم 35 گیگ آپدیت. خب وایسا. خب 35 گیگ آپدیته. پاک میکنم دوباره از اول شب میزنم دانلود. اگه کالوپو پاک کنی هدفت کامل پر میکنم. اون جمله آخری آره. هستی داداش؟ اگه هستی چت بده داخل استریم. آره داداش هستم. منتظرتم. رفت بکنه. بچی خب کلاف 130 گیگا. نه کمتر 100 گیگا. 110 گیگ دیگه بس. نه 88 biraz سرچ کنیم بالا. کالاف چند گیگه بنویس. 100 گیگا. فیکس 100 گیگا. بتل داد. وای این دهنش. ببین پاک کنه واقعا روم نمیشه بیام ببینمش. آنیستال. یس آنیستال. من همینطورش به جون خریدم. حالا دمتم گم زدی نزدی ولی خب پاک کردم دیگه داشت. من سر حرفم بودم. داشت پاک شد داشت. نکن این دونه فایده داره. خب اینو پاکش کردم. این استال وای ردیفه یه آدم هم بزنیم بر بدن. آدامس هم داره میخوره. بریم دو تا دو. قرآن نمیتونه. نه اونجا اینترنت نامحدوده. چقدر نت داره؟ وایسه 400 چنگی گلی 2000 گیگ 1900 گیگ اینترنت. داره. 2000 گیگ. حاجی 2000 گیگ داره. بذار توی باخته دیگه به هر حال. اگه کل نت تو